توهین به ذات اقدس الهی. الله متعال می‌فرماید وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک باره در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریک وی می گردانند برتر است. به کلیپ این آخوند توجه نمایید. مرتبة من ما أقدر أني أقول مثلا استغفر الله أقول ملك أول ملك ثاني، لا، لكن أقول الحالة الثانية للمعنى أو المعنى الثاني لمسألة الملك، أنهم ما أراد الله ما أرادوا أراده الله، وما أراده الله أرادوهم. أنهم ما أراد الله ما أرادوا أراده الله، وما أراده الله أرادوهم. أنهم يمسكون زمام الفعل الإلهي، أنهم يمسكون زمام الفعل الإلهي، أنهم يمسكون زمام الفعل الإلهي والمظهرين لأمر الله ونهيه. بیننده گرامی، سخن این آخوند رافضی را شنیدید که با نهایت بی‌ادبی بر حریم الله متعال تجاوز نموده و میگوید افعال الله در اختیار ائمه قرار دارد و خواست الله خواست ائمه می باشد. پناه بر الله. آیا این آخوند و امثال او فرموده الله را نشنیده اند که خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هیچ کاری در دست تو نیست. الله یا توبه آنها را میپذیرد و یا آنها را عذاب میدهد، زیرا آنان ستمکارند. آنچه در آسمانها و زمین است از آن الله است. هر کس را که بخواهد عفو میکند و هر کس را که بخواهد عذاب میدهد و الله آمرزگار و مهربان است. آیا ائمه نعوذ بالله مقام والاتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند؟ این آیه به صراحت می‌فرماید که خواست و اراده الله متعال بر خواست و اراده بندگان غالب است و بنده به هر مقام و مرتبه والای بندگی هم برسد و سپس چیزی اراده کند، ولی انتخاب و دانستن مصلحت در حوزه ملکیت او قرار ندارد، بلکه تنها الله متعال صاحب انتخاب و تصمیم است. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مقام والایی که در نزد الله متعال دارد، باز هم الله متعال به ایشان می‌فرماید که هیچ کاری در دست تو نیست، پس غیر از ایشان به طریق اولا صاحب کار و قراری نبوده و نفع و ضرری برای خود و دیگران را در اختیار ندارند. این آیه ردی است بر کسانی که به انبیا، ائمه، صالحان، اولیا و غیره مخلوقات دل بسته‌اند و پروردگار یکتا و بی همتا که همه چیز در اختیار اوست را فراموش نمودند. این گونه باورها همانا شرک در عبادت است که مردمان نادان و بیخبر از دین در دام شیطان افتاده، ذاتی را فراموش نمودند که کار هستی را تدبیر می کند و هیچ کاری در کائنات انجام نمی پذیرد مگر به اجازه او و آگاهی از غیب آسمان ها و زمین ویژه اوست و همه کارها به او تعالی برمیگردد. و به کسانی روی آوردند که مالک چیزی حتی به اندازه ذره هم نیستند. بی تردید این چنین مردمان در گمراهی دور
و دراز به سر میبرند. به آخوندان میگوییم آیا شما این فرموده الله متعال را نخوانده اید؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو آنان را که به جای الله میپندارید به فریاد بخوانید. آنها در آسمانها و زمین به اندازه ذره‌ای اختیار ندارند و در تدبیر آنها هیچ مشارکتی ندارند و الله در میانشان هیچ یاور و پشتیبانی ندارد. آری، آخوندان رافضی به دو دلیل این چنین بی‌ادبی ها را در مقابل پروردگار جهانیان مرتکب می شوند. یکی این که ایشان به قرآن کریم ایمان ندارند و آن را ناقص و تحریف شده می خوانند. دوم آن که ایشان اولیای شیطانند که قرآن کریم در موردشان می فرماید و بیگمان شیاطین به دوستان خود القا می کنند تا با شما به مجادله بپردازند و اگر از آنان اطاعت کنید همانا شما مشرک خواهید بود.